آمایا در سال 2021 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در فرانسه است. از زمان تأسیس در فرانسه در سال 2021 ما دفاتر خود را در بیش از 20 کشور در سراسر جهان از جمله ایالات متحده، اروپا و آسیا گسترش داده‌ایم. آمایا به عنوان عضو اصلی گروه سرمایه‌گذاری جهانی مشهور فیمالاک، یکی از پویاترین و نوآورانه ترین پلتفرم‌ها در بین 50 پلتفرم برتر تجارت الکترونیک فرامرزی جهانی است. آمایا همکاری‌های استراتژیک بلند مدتی با پلتفرم‌های تجارت الکترونیک فرامرزی جهانی مانند علی بابا، آمازون، لازادا و جیدی وردواید برقرار کرده است و به بازرگانان کمک می‌کنند تا ارتباطات عمیقی با مصرف کنندگان برقرار کنند. ما همچنین با پلتفرم‌های پیشرو رسانه‌های اجتماعی جهانی مانند ایکس، فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب همکاری نزدیکی داریم و از طریق راه‌حل‌های نوآورانه بازاریابی دیجیتال، رشد خرید در بازار جهانی را تقویت می‌کنیم. با پذیرش گسترده شبکه‌های 5G و رشد مداوم اقتصاد جهانی اینترنت، آمایا در درجه اول خدمات بازاریابی دیجیتال، تبلیغات رسانه‌ای و شکل‌دهی و مدیریت خرید آنلاین را به مشتریان محلی، چند ملیتی و جهانی ارائه می‌دهد. آمایا همچنین به توسعه رفاه عمومی با تمرکز ویژه بر حفاظت از محیط زیست، آموزش و کاهش فقر متعهد است. در بحبوحه چالش‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در ایران، آمایا به دعوت دولت ایران از تخصص خود در بازاریابی دیجیتال و کار پاره وقت آنلاین برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای ایرانیان کم درآمد و بیکار استفاده کرد. از زمان راه‌اندازی رسمی کسب و کار آنلاین خود در ایران در سال 2024 ما با موفقیت تعداد زیادی از کارمندان تمام وقت آنلاین را در سراسر کشور استخدام و آموزش داده‌ایم و به توسعه اقتصادی محلی کمک کرده‌ایم. به نام خدا با عرض سلام و عرض ادب خدمت همکاران و دوستان عزیزمان در این شرکت. بنده بهروزی هستم که به مدت 60 روز میشه در این شرکت فعالیت خود را آغاز کرده و هیچ گونه مشکلی در رابطه با واریز و برداشت وجه در این شرکت نداشتیم و امید بر آن داریم که هدف و اهداف شرکت بلند مدت بوده تا ما با اعتماد و اعتقاد بیشتر در راستای جذب و استخدام کارکنان آنلاینمان پیشرفت چشمگیری به عمل بیاوریم. در اینجا از کلیه مدیران و کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم. مخلص.